خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقیم. یاسین، قسم به قرآن صاحب حکمت، تو واقعا از پیامبرانی براه راست. تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. این کتاب فرو فرستاده صاحب قدرت منی و مهربان است تا قوم را بیم دهی که پدران ایشان بیم داده نشده اند، پس ایشان غافل مانده اند. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون. بیگمان حکم عذاب بر بیشتر ایشان ثابت شده است که ایشان ایمان نمی آرند. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. ما به گردنشان طوق انداختیم که تا زنخشان رسید و از این رو سرشان شخ مانده که به دور و بر خود دیده نمی توانند. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. در پیش رویشان سدی و از پشت سرشان سدی قرار دادیم و روی ایشان را پوشاندیم که هیچ چیزی را نمی بینند.